تجلیل جشن نوروز در ناحیه جبار رسولوف ولایت سوخت. Hurmatli do'stlar, sizlarni Navro'z bayramingizda mening chin yurakdan qutlug'tayim. این بار مهمانان از ناحیه لیلک و شهر سلوکته قرقیزستان آمدند. یک سال پیش با امضای سازش سرحدی راه و مرز بین تاجیکستان و قرقیزستان باز شد. مردم ناحیه جبار رسولوف در نوروزگاه خیش با نمایش طعام‌های ملی، هنرهای مردمی خاص ناحیه جبار رسولوف مهمانان را پذیرفته ایستادند. همه جا انجمن نوروز است. تاجیکستان وطن نوروز است. تاجیکستان همیشه وطن نوروز بود و خواهد ماند. نوروز ما هر روز است. هر روز ما نوروز است. در این ناحیه نزد مرزی تاجیکستان رسته‌های نوروزی آراسته شده، خوانندگان و ساکنان به خاطر مهمان‌ها لباس‌های ملی قرقیزستان به بر کردند. در این روزهای عیدانه و باشکوه باور داریم که مناسبت دوستانه و برادرانه ما باز هم قوی‌تر می‌گردد. بی‌شبهه نوروز یکی از رمز یگانگی، صلح و همگرایی بین مردم ما خواهد گشت. سازشنامه‌های بین دولتی که در سطح عالی بسته شد برای رشد منبعی همکاری و اقتصادی خدمت خواهد کرد. هنرمندان قرقیزستان چند ترانه خوانده گفتند چنین امکانیت را سالها باز منتظر بودند. من خیلی باز به اینجا نآمده بودم، هرچند خیلی نزدیک زندگی میکنم. یک بار برای آموزش و تماشای جاهای تاریخی به خوجند آمدم. ما را دعوت کردند و امکانیت خوب است که عرف و عادت و عنعنه‌های شما را دیده ایستادم. برایم خیلی جالب است، زیرا ما با هم در نزدیکی زندگی میکنیم. Я тогда посмотрела и сейчас мне было очень приятно. در برابر مهمانان رسمی از قرقیزستان، اینچنین از ناحیه بیکاباد ازبکستان نیز نمایندگان رسمی و فرهنگی آمده بودند. گروهی از هنرمندان ولایت فرغانه گفتند که با تشبث خویش طول 10 روز برای مردم منطقه بی پول هنرنمایی خواهند کرد. برای آباد کردن بزم نوروزی خواستیم که سهممان را گذاریم. به خاطر استواری دوستی ملت ها ما داربازها را آوردیم. انا در آن بلندی نمایش گذاشته ایستاده است. همچنین به این چاره‌بینی وزن برداران، آتشبازها و نورسان هنرمند را آوردیم که نوگانی های جالب نشان خواهند داد. یگیتلر، تور یاشلی بالlar bor, olobozlar bor, qolaversa با نظرداشت آنکه در ناحیه جبار رسولوف نمایندگان قوم و ملت‌های گوناگون حوزه نوروز زندگی می‌کنند، سرودهای عیدانه با زبان‌های ازبکی و ترکمنی و افغانی نیز صدا دادند. سرودهای افغانی را محمودی کاروان، یکی از پناهجویان این کشور همسایه تاجیکستان سرایید که با شمولی از همتقدیران خویش بیشتر از 5 سال باز در این ناحیه زندگی می‌کند. جشن جمشیدی ما شاد و گل افروز آمد، حالا نوروز 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 آمد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه جبار رسولوف. در روز نمی زمین زمان میخندد، گل گل همگی دهان دهان میخندد.